سلام علیکم وطندار به جون. به 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 به. خوش آمدید، خوش آمدید. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ شکر خدا. شما خوب بیدین؟ چطور هستی؟ بخیر هستی؟ خودت چطور هستی؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ شکر. در کومنت ها نوشته میکنم مگه اگه احترام مچم مگه اگه احترام کردی احترام میشی و چطور ما کی به احترامی کردی؟ نه شما رو نمیگم، شما هم دیوار نمکش رو در خود میگی. با شما کار ندارن عزیز دل. شما تازه آماده، کسی با شما کار نداره. نه اونه چیز نام من نوشته میکنن نه؟ آها او سیستم، او ربات سیستم خودکار، هر کسی که بالا میاد بهش پیام میده. خو صحیح صحیح شد دیگه. دیگه چطور هستی قنبر آقا؟ فضل خدا الحمدلله. او بنده خدا هنوز داره ناله میکنه. کی؟ اون اولاد کیه بنده خدا؟ خو خورترک است یعنی؟ اوف، تو 24 سال روی سیستم جیغدار دسته. خود ما برات گفتم یک دعا کو برش که دعا کردم تو را برو ببینم مفکر عوض که یک کاری کنم همون سر خواه خیر باشه. بفرما در خدمت هست. آرام بشی که قنبرت هستن. چه ظالمی هست. خدا حفظش کنه. واقعا او بفرما چیز سوالا را رفتم واقع یک مولایی بوده که من سوال کردم ازش مولایی های ما بود خون از خاطرم گفتم چرا گفتم خانه دختر پیامبر اینجا در حدیث آمده اینا حضرت عمر اینا با آتش کشانید و چطور باز میگه که والا او به خاطر خلافت بود و چطور بود باز مرا میگه سوالا را از کجا تو پیدا کردی من گفتم من یک بچه که اهل تشیع است به نام قنبر گفت او را میشناسم گفت من لایوایش دیدیم گفت او حافظیست گفت من چم در لایو از او نرم گفتم نه او گپای حقم میگه تو جواب ما را بده باز گفته که والا چیز است گفت جواب این همیست که به خاطر خلافت هر کی سرکشی میکرد باید کدش برخورد میشد خواهی بدم و حدیث هم گفتم ده. نه من پرسان کردی گفتی که آیا همون 3-4 نفر کلگشان تصمیم گرفتن؟ شما رو گفتم اون 3-4 نفر نفرای کمی نبودن. گفتم رئیس قبیله اوس بود، رئیس قبیله خزرج بود، ابوبکر و عمر و عثمان و اینها بودن، ابو عبید جراح بود. باز من گفتم شده باز من کدش بررسی کردم بیشتر چون یک صدا کردی گفتی معلومات من چون گرفت نگرفت من معلومات میکنم معلومات کردم جای معلومات کردم که اصلا اونجا 15-20 نفر دیگه بودن همین روز معلومات کردم بعد از نماز جمعه ما خوبش پرسان کردم که از یاد نرفته باشه. نه من پرسان کردم خود دیگه اونا جواب قانع کننده نداد دیگه واقعیت مرا گفت تو در صحیح بخاری که بیشتر هستی که گفت تو بفهمی راست میگی تو که در اون کتاب گفت چی کنی گفت کفر میشی من گفتم کافر میشه من گفتم من کافر شدم گفتم دیگه والا گفتم در اون کتاب من مخالف هستم باز کم بود ما رو کشید کم لب خورده بودیم قمر جان کم بود نماز جمعه رو سر تو خدای نکده زار بگیر نماز خلا شده بود کم بود که لب خورده بودم اونجا کم بود که آخرین نماز جمعه زندگیت شد بالاخره نمی فیصله شد گفتم روز یک شنبه من وقت داری گفتم مولایی صاحب گفته ما وقت دارم گفتم روز یک شنبه ما در تایم ما گفتم ما خود در چی هستیم نه در کانادا هستیم ما گفتم در روز یک شنبه گفتم مرخ میکنم تا گپ دی که داشت سوالایش جواب بده بیار که گفت ما تو جواب بتون میشه الله ما گفتم صحیح وام از خدا میخواه اگر در اینجا ششته که یک نفر بیای مرا قناعت بده که من قناعت کنم در خدمتش هستیم بیخی خوب روز یک شنبه وعده مانده دیگه اون یک شنبه من میارم خلف وعده نکنم میرم بلکه پیش از اون من میرم در دفترش رخ میکنم خوبش شاید گپ نیست بیخی خوب بخیر سلامت باشی بیادر سلامت باش التماس و دعا خدا نگهدارت باشه ما خوب
رد یک چیزی که بگیری میگن معلومات میکنیم. میدانم رد از همون بنده خدا رم بگیر کمال قخ زده رایی امور می دکتر بود. چی ده؟ اون رد از همین بنده خدای دیگر هم بگیر امور دکتر بود قخ زده رایی. ها اینجا خنک شده دیگه، خب مریض میشه دیگه آدم. گفتم رد از امور هم بگیر کنا داره. خوبه انشالله باز با هم دیگه صحبت میکنیم، گپی نیست. بخیر باشی بیادر. سلامت باش، خدا نگهدار. خدا حافظ. رد از همون بنده خدا رم بگیر. چیکو آنو